نمره رایتینگ آیلتست خوب نیست؟ نگران نباش. با این سه روش ساده بازنویسی یا پرافریزینگ میتونی نمره آیلتست رو بالا ببری. 1. استفاده از مترادف ها یا سینونیمز ها. به عنوان مثال جمله اصلی شما اینه: Many people believe that money brings happiness. اینو میتونیم به این صورت بازنویسی کنیم: A lot of individuals think that wealth results in happiness. روش دوم تغییر ساختار جمله از معلوم به مجهول یا از مجهول به معلومه. به عنوان مثال میتونیم جمله بالا رو به صورت مجهول بازنویسی کنیم و بگیم It is believed that money brings happiness. باور بر اینه که پول خوشبختی میاره. روش سوم تبدیل فعل به اسم یا اسم به فعل در جمله است که در اصطلاح بهش میگن نامینالیزیشن. میتونیم همون جمله اصلی رو به این صورت بگیم It is a common belief that money makes people happy. حالا اگه از این سه روش خوشت اومد لایک کن و برای دوستات هم